وقتی که مرد حتی یک نفرم از مردنش ناراحت نشد. بچه‌های محل اسمشو گذاشته بودن مرفه بیدرد و بیکس. اسمش هم خیلی بهش میومد چون نه زن داشت نه بچه‌ای. شنیده بودیم که چند تای برادرزاده یا خواهرزاده داره. اونا هم وقتی فهمیده بودن آبی از اجاقش گرم نمیشه تنهاش گذاشته بودن. وقتی که مرد من و چند تا از بچه‌های محل که میدونستیم این ثروت عظیمش قراره بی صاحب بمونه، شب اول با ترس و لرز رفتیم خونش و هرچی پول نقد داشت و برداشتیم. بعد خودمون رو قانع کردیم که این پول دزدی نیست و بالاخره قرار نبود به کسی برسه و این داستانا. تا اینکه روز دوم مراسم خاکسپاریش با صحنه خیلی خیلی عجیب مواجه شدیم. اون روز 150 تا بچه یتیم رو دیدیم که اومده بودن و سر خاکش گریه میکردن. یه طوری که انگار پدر واقعیشون رو از دست دادن. فهمیدیم که همون آدم مرفه بی درد بی کس خرج سرپرستی 150 تا بچه رو میداده. حالا به نظر شما بیکس واقعی کی بود؟